بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو جامعهمون خیلی افرادی داریم که ضعف شخصیتی دارن، یعنی اون شخصیت خودشون رو نمیتونن ابراز بکنن. خب این ضعف شخصیتی از کجا اومده؟ بسیاری از موارد ضعف شخصیتی نتیجه کجفهمی ماست. از کجفهمی هایی که تو جامعه ما رواج داده میشه اینه که شما توی مدارس میبینید از همون ابتدای کار. آقا نمره انضباط خوب مال کیه؟ مال بچه سر به زیر حرف شنو، کسی که همیشه سر به زیر حرف شنو است، اعتراض نمیکنه، حرف نمیزنه، توی کلاس نمیدونم سوال نمیکنه، مناقشه نمیکنه، اعتراضی نداره، هرچی اومد خوش آمد. اما اون کسی که حرف میزنه، استاد چرا اینجوریه؟ استاد چرا؟ نه استاد این با اون قضیه نمیخونه، مناقشه میکنه، حرف میزنه، شخصیت خودش رو ابراز میکنه، انفعالات خودش رو بروز میده، این بچه بده، نمره انضباطش صفره، نمیدونم. از اونجا بعد میان برای ما حرفای الکی ملکی میتراشند از افلاطون و سفلاطون که آقا چی؟ آقا اگر سکوت از نمیدونم نقره است، اگر کلام سخن از نقره است، سکوت از طلاست. آقا کسی که ساکت میشه سالم برمیاد. عزیز من این حرفای چند چیه؟ پس این زبان حساب مرده واسه چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به من و شما چی میگه؟ میگه آقا من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان داره به الله و روز آخرت، فلیقل خیرا، همیشه خیر بگه. اگر خیر بلد نیست، اگر نمیتونه یه جایی اصلاح بکنه، اگر نمیتونه یه جامعه رو رشد بده، اگر نمیتونه امر معروف و نهی از منکر بکنه، فلیصمت، اون خفه بشه، سکوت کنه. اصل در چی هست؟ در سخن گفتنه. خداوند متعال به ما زبان داده و این قدرت بیان رو داده. ما رو از حیوانات فضیلت داره. فضیلت انسان بر حیوانات چیه؟ یکی از مهمترینش اینه که داره حرف میزنه. آقا تویی که این فضیلت رو خداوند متعال داده، این رو زایش نکن. خداوند به ما میگه که قولوا للناس حسنا، این زبان تو بهت دادم که به مردم چیز خوب بگی، به مردم حرف خوب بزنی، مردم رو تشویق کنی، مردم رو آگاه کنی، مردم رو بیدار بکنی، مردم رو بفهمونی، کلام الله رو به مردم برسونی. پس این کجفهمی در این قضیه باعث میشه که ما فکر کنیم آقا به من چه؟ آقا من نمیتونم، روم نشد، نتونستم بگم. اینی که میگه نتونستم بگم، اینی که اینجوری خودش رو ضعیف تو جامعه میاره، این کسیه که حقش پایمال میشه. این کسیه که وقتی حقش پایمال میشه حرف نمیتونه بزنه. چیکار میکنه؟ میره پشت سر فوش میده، بعد و بیرا میگه و فلان. این کسیه که همیشه حقد و کینه قلبش رو پر کرده، همیشه خشم گینه. این کسیه که فشار خون داره. این کسیه که نمیدونم سکته مغزی میکنه. این کسیه که قلبش از کار میفته. این کسیه که تمام بیماریهای دنیا کلشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نتونسته این قضیه رو خوب هضم بکنه که توی مؤمن باید حقت رو بگیری، توی مؤمن نباید ظلم رو قبول کنی، توی مؤمن باید زبان حق باشی حتی اگر تلخ باشی.